در یک نشست خبری میگوید با راه اندازی عملیات‌های مختلف در پیوند به رهایی عبدالرؤوف 9 ساله که بیش از 2 ماه پیش از شهر مزار شریف توسط افراد مسلح ناشناس روبوده شده بود، راه اندازی کردند که در نتیجه این عملیات‌ها 11 تن دستگیر شدند. والی ولایت بلخ میگوید از میان 11 تن 3 تن آنان برای بررسی و تحقیقات به مرکز انتقال یافتند. با اساس کسانی که زیادتر شک میره 3 نفر و در مجموع کسایی که از لحاظ جانبی در قضیه دخیل هستند حدود 11 نفر دستگیر شده. با گفته آقای عظیمی در کنار دستگیری این 11 تن در جریان 1 ماه گذشته 3 تن از ساحات مختلف ولایت بلخ با راه اندازی عملیات‌های جداگانه از سوی نیروهای امنیتی از چنگ آدمربایان آزاد شدند. شکور تاجزاده در اثر عملیات رها شده و یک طفلک خرد تردیدادی از چنگ ربایندگان آزاد شده در اثر عملیات و یک کس دیگه هم نسبت به تعامل کرده و آزاد شده، عبدالصبور نام. و یک قضیه دیگه که میخواستن اختطاف صورت بگیره ما به اسرع وقت رسیدیم. اما شماری از باشندگان ولایت بلخ از کارکرد حکومت محلی بلخ ابراز نگرانی میکنند و میگویند با گذشت هر روز آمار ترور، قتل، اختطاف در سطح این ولایت بلند می رود. وضعیت بسیار خراب است، دیگه ناامنی است که توجه نمیکنند کسی. دیگه ما از پیشنهادی میکنیم که رئیس جمهور افغانستان دیگه با وزارت خارجه داخله یا کوشش کنند که همیشه یک صلح بیارن، یک آرامی را بیارن. وضعیت خیلی خراب است، حتی بعد از نماز شام کس حق نداره، حتی آقای نمیتونه بره بیرون به خاطر که وضعیت خرابه، یا ترور میشه یا خدای نکرده راهشون میگیره دزدی میکنه. دیگه وضعیت خیلی خرابه. نگرانی های باشندگان ولایت بلخ در حال اوج گرفته است که به دلیل موجودیت بیض امنیتی در داخل شفاخانه ولسوالی دولت‌آباد این ولایت، طالبان این مرکز صحی را از تاریخ 8 قوس تا کنون مسدود کردند.